اومدیم به شهر زیبای فلاحیه شادگان، ولی نه برای خرید خرما بلکه برای معرفی یک انسان خاص. آقای رضا شاکری اهل شادگان استان خوزستان، شخصی که به خاطر عشق و علاقه فراوونش به برندها و لیوانها بیش از 3300 لیوان جمع کرده و به سلطان لیوان ایران معروف شده. لیوان هایی که از سال 72 و طی 32 سال زمان و 36 سفر خارجی تهیه شد. سفرهایی که باعث شدن آقای شاکری بی نهایت فرهیخته، آرام و با اخلاق و پخته بشه. جالبه بدونید هر کدوم از این لیوان ها داستانی رو به همراه خودش حمل میکنه. مثلا این اولین لیوانیه که در دبی بعد از خرید ساندویچ برگر از سوی مکدونالد بهشون داده شد. یا این لیوان که مربوط به جنگ جهانی دوم و 90 سال قدمت داره. یا کوچکترین لیوان و بزرگترین لیوانی که دارن. یا این یکی که 20 سال قبل از قصر واکینگهام لندن، یعنی از قصر ملکه انگلیس، با چند واسطه دستشون رسید. این از خود کارخونه بی ام فرستاد. یا داستان 5 پاکت سیگاری که در دبی خریده تا بتونه یه لیوان برند ونیستون از کارخانه‌اش هدیه بگیره. خیلی زیاد. مثلا این از خود کارخونه یاماها برام آوردن. کسی رفته بوده برام آورده. یا لیوان شرکت کارتون سازی والدیزنی. شما اینجا نمیتونید پیدا کنید. معروفن به ماگ‌های والدیزنی. و لیوانی که از باشگاه بورسیا دورتموند آلمان رسید. فقط عشقه که میتونه باعث بشه این کلکسیون زیبا اینجوری جمع بشه. یه ناقابل و یه یادبود در اصل. عشقی که باعث شده طی این 32 سال آقای شاکری حتی یه لیوان هم نشکنه و از دست نده. اصلا نشده یک لیوان از دستم بیفته بشکنه. و اما خبر غمگین کننده این که آقای شاکری به دلیل نبود حمایت‌های کافی برای احداث موزه و اینکه کسی نبوده که قدر گنجینه ارزشمندش رو بدونه، داره از خوزستان به شیراز مهاجرت میکنه.